السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به همه پدران، مادران، برادران و خواهران و اپاوان اهل اسلام. برادران، به خاطر چی من این ویدیو را در این شبی کرده شدم؟ به خاطر که این شب جمعه است، شب بهترین شب عبادت است، شبی که ما باید در این شب از خداوند تعالی طلب مغفرت کنیم که تا الله گناهان ما را ببخشد. و برادران عزیز، شما همگی میدونید که من از همون یک شخص تنها ویدیو رولک میپرتویم، نمونم یعنی در همین کانال خودم، در همین شبکه. و همون برادر کمی هم مریض شده است، من مثلا بیمار شدگی است، امکانیت ویدیو کردن رو ندارد، به خاطر که چرگه گریب میگه میکنم خیلی شدگی است، آوازش کم ترک ضعیف شدگی، صدایش کم ترک بیزه است. و برادران اهل اسلام، از همه شما میخواهم که در همین شب جمعه در حق ما دعاگو باشید، در حق این برادر دعاگو باشید که خداوند تستر این را شفا بدهد و ما باز کارهایمون رو دوام بدهیم، ویدیو رولک رو. و برادران عزیز، انشاءالله که از این برادر ویدیو ممکن که یک هفته نبروید، یک هفته ویدیو نشود، و انشاءالله که من شما رو این کانال رو، این شبکه رو به ویدیو نمیگذارم. انشاءالله که چندین شخصا سوال دادگی هستن درباره نماز، درباره سستی ایمان سوال دادگی هستن، من هم سوال دادگیم و دیگر شخصان سوال دادگیم، جوابش گرفتگیم. انشاءالله که خداوند روزی ما کرده باشه، ساق سالمت به سحر برسیم. انشاءالله که من درباره همون چیزها، اون چیزی که به من فهموندن، انشاءالله که من ویدیو میکنم به شما میرسونم. و همین برادر قاری رشیدی بشارت یک چند سخن کردگی است برای شمایان برادران پادپیسچیکان، مرحمت گوش کنید. در همین شب جمعه در حق ما دعاگو باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پناه الله باشه. خدا نگهبانتون باشه. ان شاء الله الرحمن و علیکم السلام و رحمت الله. برادر عزیز من، ان شاء الله الرحمن من تمام روزهای خود را، تمام شبهای خود را و تمام اوقات خود را فدای شما برادران مؤمن و مسلمان خود می کنم. ان شاء الله الرحمن دعا بکنید. من همین چند مدت میشه مریض هستم برادر نازنین من، اگرچه ببینید که هیچ اصلا بالکل از من صدای وایسی حتی برای هیچ یک از عزیزان من نمیرسد. تمام برادران من از من شکایت میکنن که چرا شما بر ما پیام نمیدید، چرا شما بر ما پیام نمیفرستید، شما چرا بر ما پیام های خداوند را بر ما نمیفرستید، شما که الله تبارک و تعالی چه فرموده؟ خب بالاخره منظور به همینه برادر نازنین من که انشاءالله الرحمن من کمی صحت یاب بشم، حالت من خوب نیست، شما برایم دعا بکنید برادر نازنین من خود را فدای شما برادران مؤمن و مسلمان خود میکنم. سلام علیکم و رحمت الله.